مردم بیچاره بنیتی خوب کل زیورات انداختن. سامری خبیث خست ایره کلش او کت زوب کت و بعد از یک قوم خودی ده بود که قطعی چی تمایل دارنی؟ محبتشان امرای چی بود؟ اونجا که از چی تیر شده بودن سابق هم فرعونی ها که قطعش بوده گوساله پرستی رواج بود. فرعون خودش گوساله را پرستش میکرد و پرستش گوساله از ما میطور بود که زمان ای را پرستش میکرد در گردش تو را آتن مینداخت اشپیلاقا میکرد ساز میکرد رقص میکرد و گوساله در مابین می بود. حلقه زده می باشه یک دفعه با یک تیم هو دایره قطش است، ساز قطش است. کلیپا را دیده؟ زن و مرد یک جای ملاق میزنن نمیزنن؟ میزنن. این عبادت الله است. نعوذ بالله. چقدر الله عقلی مردمی هوشیاره که ببینید جسه هر کدامش ببینی تو میگی این آدم، اما الله عمیق عقل نداده که عبادت الله به می سیستم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم عمیق قسم عمل کرده. پیغمبر عبادت به حلقه ها کرده، به ساز و سرود کرده، به نی و بی کرده. باز یک رقص به نام رقص مولانا یاد میکنه. عجیب است. اگر مولا رقص بکنه رواست، اگر رقاصه رقص بکنه این حرام است، این کفر است. اگر مولا رقص بکد پروا نداره. اگر دیگه کس کد باز چیست؟ حرام است. عجیب است. الله رحم بکنه. اینی مشکل است. قرآن کریم این واقعات برای ما بیان میکنه. سامری خبیث فهمیده که مردم قطع گوساله پرستی سخت گرویده هستند. دیست او کت شکل گوساله را جور کرد، ما بینش خالی بود، دهن برش جور کرد، پشتی سر شرمگاه برش جور کرد. شمال که میزد هو میکرد. مردم گفت اله موسی است. نعوذ بالله. مردم شروع کرد به پرستشش. موسی علیه السلام الله وقت خبر کرد که قومت گمراه شده. موسی علیه السلام دیگه مچم که مردم که میگه 100 کیلومتر در یک گام چی کرد؟ خلاص کرد. همین قدر عجله کرده آمده. قرآن برای ما بیان میکنه که چی گپ است. و اتخذ قوم موسی، ساختن قوم موسی علیه السلام من بعده پس از رفتن موسی علیه السلام در میقات من حلیهم از زیوراتشان که مستعار گرفته بودن از قوم فرعونیا یا به طریق میراث و ملکت برشان باقی مانده بود. چی را جور کردن؟ عجلا یک گوساله را. این گوساله گوشت و خون نداشت، شکل گوساله را. جسدن له خوار، کالبد بودی، این گوساله نبود، یک دانچه یا کالبدش بود. له خوارن که برای از او آواز بود. آواز هم به خاطری بود که شمال میخورد او وس میکرد. گاهی وقت همی دانای لاسپیکرم چی میکنه؟ که شمال میخوره او میکنه. الله متعال میگه این بدبختی و حماقت ادناترین صفت الوهیت دایی دیده نمیشه که لا اقل تکلم است. چی است؟ سخن گفتن است. او یا سخن هم نمیگه یا پرستش نمیکنه. اینه بدبخت مردم. اگر امروز قوم موسی علیه السلام ملامت به این خاطر میشه که یا به خاطر گوساله را پرستش میکنه که تکلم کرده میتونه. قبر سخی صاحب تکلم کرده میتونه؟ چلگزی بابا تکلم کرده میتونه؟ بگه شما زیارت غزنی تکلم کرده میتونه؟ خیر چرا مردم میره برش؟ حاجت روا و مشکل کشا میدانشه. اگر طواف و پرستش از او کفر است قرآن میگه، آیا طواف و پرستش از اسلام است؟ توحید است. چی فرقی است؟ خواهی می گپ در مسجد گفتی با شیخ صاحب میبینه که ریشش تکی میرسه نه که چی حال میشه؟ مردم سرش جمع میشه. چرا؟ به خاطری که ملت قرآن نشونیده کل عمر. اینقدر خب مولای ما بود 30 سال ایجا تیر کرد. 30 سال نه یک نفر خفه نساخت. یک نفر. نه دوزه، نه قماربازه، نه زناکاره، نه شرابخوره، نه بینمازه، هیچ کسه. آلی میبینیم چی میگه؟ الم یروا انه لا یکلمهم، آیا نمیبیننی مردم که همی گوساله لا یکلمهم سخن امرایشان گفته نمیتونه، ولا یهدیهم سبیلا برای از یا راهنمایی کرده نمیتونه، راهی که فایده داشته باشه. اتخذوه معبود جور کردن شه، گردانیدنی را معبود
و کانو بودن ظالمین، سخت از حد تجاوز کننده. عبادت حق الله بود یا میگیره در گوساله؟ متصرف و مالک الله هست یا گوساله را متصرف مالک میدانه؟ معلوم شد از آیت، معلوم شد که کلام صفت کیست؟ الله. کلام صفت الله است. کسی که گنگ باشه و الله شده نمیتونه، عیب است. خو این برای قطشان سخن میگه. چرا سخن اینجا اول گفت؟ کسی که کسی را عبادت میکنه به این خاطر که لا اقل آواز تو را بشنوه، قطی تو سخن بگویه که تسلیت خوشوه. ما که عبادت میکنیم، ما به روزه قطی الله متعال تکلم میکنیم، نمیکنیم. در نماز که استاد میشه چی میگی؟ سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک. بعد از سوره فاتحه کلامی کیست؟ الله متعال است. سورتی که پیوست میکنی کلامی کیست؟ الله متعال است. تو سخن میگی. اینجا خو هیچ چیزی هم نیست. باز لا اقل بر از یک روی فایدمند خو نشان بده. گوساله احقرترین حیوانات، مردم سرش قلبه میکنه. با اونمو توانمندی خود تابع کیست؟ انسان است، مسخر برای انسان است. ابو برای تو عبادت میکنی. ولما سقط فی ایدیهم، دو معنا داره. هرگاه که انداخته شد پیش رویشان، موسی علیه السلام آمد که دید که گوساله پرستش میشه، گوساله را زد، پرچه کرد، بلکه ذوب کرد. چه دیگه؟ موسی علیه السلام به قصدی کار کرد. چرا؟ مردم ایره مالک نفع ضرر میدانست. موسی علیه السلام وارش اشخاص پیدا شود، دستی گوساله را پرچه چرا کرد؟ به خاطری که عقیده مردم درست شود که این گوساله وقتی معبودی ما بود از خود دفاع نتانست، یک موسی علیه السلام را گرفت پرچه کرد. حالی برای ما چی برسانه؟ شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله زیارت ها را چپه میکرد. چرا چپه میکرد؟ کاری رسول الله را میکرد. پیغمبر امیرا علی رضی الله عنه مامور کرده بود که قبر بالا را نگذاری و همون کار عملی کرد. خو اینمی کار هر کس نمیتونه. همیالی که شما خب موحد هستی ترجمه قرآن نمیکنه، شوکی بری که اینمی خب مردم خب گمراهی میکنه، چراغ کارم مانده و توتارم بسته کرده، امی چو بیشه میده کرده نمیتونی. در دلتان یک ترس پیدا میشه. توحید ناقص است. چی نیست؟ بگوی توحید ناقص است. توحید که ناقص نباشه ما میگیم که نه، این زیارت است، این بنده الله متعال است، محتاج به دعای ما است. حالی یک چیز هم نمیتونه. حالی کدام اینه را کدام زیارت هم ویران نکنه که شما را محکم بگیره. حالی دیگه اینطور میترسه مردم که والا کدام ویران نکنه که ما را باز چی نکنه. خب موسی علیه السلام داده میروی یک معنای شیسته. دو معنا. ولما سقط فی ایدیهم در لغت عربی این کنایه از پشیمانی است. وقتی قوم دید که راستی والا ما چرا اینه پرستش میکردیم، چی بود؟ هرگاه که پشیمان شدن، سقط فی ایدیهم مفکوره، نظر، سنجششان در پیش رویشان بی فایده و بی اثر افتاد. و رأوا انهم قد ضلوا، و علم میشان حاصل شد، دیدن که یا سخت گمراه شده. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، بعضی مردم ها اینجا هوشیار بود، دستی به الله رجوع کرده، فهمیدن که ما سخت گناهگار شدیم. البته کلگیشان نه، یک تعداد باقی مانده سریعمو مفکوره سابقی خود. قالوا لئن لم يرحمنا، اگر الله سر ما رحم نکنه، اینجا رحم به معنی اجابت توبه است. اگر الله توبه ما را قبول نکنه ربنا و یغفر لنا، و سر گناه ما سنگ نمانه، پنهان نکنه، پرده نندازه، لنکونن من الخاسرین، میگردیم از جمله خیلی تاوانیا، هم در پیش مردم هم در پیش الله. خیلی تاوانیا مردم که سر ما خبر شد ریشخند میکنه ما را، چرا ایره معبود مقرر کرده بودی. اما امروز مردم عیب نمیدانه، ایره چی میکنه؟ افتخار میکنه. کجا رفته بودی؟ فلانی حج اصغر میگه شوده زیارت قبول. دیگه چی میگه؟ کی گفته میتونه؟ مراد حاصل. ببینه این اصطلاحشان است، شما در عوام یک دفعه سوال کنه. مراد حاصل یعنی اونجا در زیارت مراد حاصل میشه. این عقیده مردم است، مراد پورا کننده اون مسته. سامری کی بود؟ دو قسم علما می باشه، یکی علمایی که یقینا و دشمنای دین است، سامری واری.
سامری تو آدم نبود، شاگرد موسی علیه السلام است، معلوماتی خیلی زیاد در مورد دین داره، اما برای ریاکار است، شهرت طلب است، خود در بین مردم نشان میده در مجمعه. دیگه وقتای کار دیده نمیشه کی فعالیت بکنه. این را یاد داشته باشه، زمانی که انبویی باشه، مردم باشه، روزی خیز و جست باشه، باز میبینی کی اول استاد میشه. به اخلاص کار نمیکنه. سامری همو آدم بود. حالی دید که خب موقع موسی علیه السلام موجود نیست، کسی سرش انتقاد نمیگیره، شروع کرد مردم نعوذ بالله دعوت به سوی چی داد؟ گوساله پرستی. الله از سامری بدیش یاد میکنه و بعد میگه پشتی سر باز دیگه صورت الله متعالی طور جزای سختم برش نصیب میکنه که میخواست مردم ده خود جمع کنه، الله طور مرض درش لگان که مردم از پیش چی شوه؟ بگو تیت تو پراگنده شوه. حالی هر کس که برش نزدیک میشه لامساس گفته چیخ بزنه که برای من نزدیک نشو که مرضی ما تو را میگیر، برو بخیر. سامری بد است. چرا؟ مردم دعوت به سوی گوساله پرستی کرده. اگر کدام ملا، اگر کدام صوفی، صاحبزاده، ملازاده، آقا، هر کسی که باشه که تو را دعوت به سوی قبر پرستی و شخص پرستی میکنه، هیچی تو است، این درست است؟ این قدر داره، قیمت داره؟ قیمت داره. این قدر و قیمت داره. چرا قدر و قیمت داره؟ دستش در دستشوی ششته نمیشه، دستش در غوری که چیسته؟ بگوی چینی و ناشکن باشه، بازو آبش کجا میشه؟ مردم میخورشه. نیست در وطنی تا نمیالی؟ تا آلی را فعلا نیست؟ هسته بلکل است. همون مردمی که سالا مردم تباه کرد، سالا مردم روایت ها را باز همین ملا چی میکنه؟ هر روز از ما سوال میشه کدام بدبخت ملا گفته که پیشاب پیغمبر علیه السلام یک کنیز خورده بود، خلاص ده حدیث او بنادانی خورده، نفهمیده بود که پیشاب است، خلاص. حالی این چی گپ است؟ این حکم مستحب است، واجب است، سنت است، مردم خبر شوه این دین است، این چی است؟ چرا این بیان میشه؟ اما این مردم است که نعوذ بالله استدلالای غلط میکنه. حالی نعوذ بالله دلشان است که پیشاب پیغمبر علیه السلام چی بگویه؟ پاک بگویه و با برکت بگویه. باز منظورشان پیغمبر خالی نمانده که پیشاب کنه که مردم بخورشن. ها؟ خیلی منظوری کیست؟ منظورشان کیست بگویه؟ منظورشان پیره. پیشاب پیر صاحب نعوذ بالله دستار از سرش بشویند و بخورن. سامری ها را میشناسی؟ اینا لی سامری ها را بعد بشناسی. قرآن ای گپا را یاد میکنه. قرآن به خاطر از این نیست، ما درس میگیریم که کدام گپ بیایه که شرک چقدر بد است. ولما رجع موسی الی قومه، هرگاه که بازگشت موسی علیه السلام به قوم خود، نمیگیم که وقت تیر شده 1 ساعتم، خب هرگاه که بازگشت موسی علیه السلام به قوم خود، غضبانه که پر از غصه بود، اسفاً بسیار غمگین افسوس کننده. چرا غضب کرده بود؟ به شرک قوم خود. قال آمد اول مخاطب کی را؟ اگرچه قوم هم اول گفته، لیکن اینجا اول مخاطب برادر خود قرار داده. قال بئس ما، گفت که خیلی بد آن چیزی از خلفتمونی که شما پشتی سر ما جانشینی کرده. یعنی خیلی کاری بد است که شما بعد از رفتن ما کرده. من بعدی پس از رفتن ما، اعجلتم امر ربکم، آیا شما تعجیل کرده ده فرمانی پروردگارتان؟ شما خو منتظر ازی بوده کتاب الله بیا، میششتی که کتاب الله چی براتون بیان میکنه؟ کتاب الله نارسیده شروع کردی. و القل الواح، به بسیار جلتی تخته ها را گذاشت. انداخت، مانای انداخت اینطور نه انداخته که بی عزتی کرده باشه. به بسیار تیزی و جلتی من تخته ها را و خزه براس اخی، گرفت سر برادر خود از ریشش یجرو، در دیگه آیت ریششان میه کش که طرف الیه بسوی خود. قال گفتو ما برادرش ابن امه، بچه مادر این القوم استضعفونی، مرا ملامت نکو، کش نکو، مرا تهدید نکو. قوم مرا ضعیف دانستن، کمزور دانستن، و کادو قریب بودن یقتلوننی که مرا قتل کنن. فلا تشمت بی الاعداء، سر ما خوش نسازی دشمنا را، چرا که دشمنا خوش میشه که ما در پیش مردم تو کش میکنی مرا. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مرا در جمله قوم مشترک شمار نکو، ما خوش شرک نکردیم.
قال رب اغفر لی. موسی علیه السلام فهمید که گناه بیادر نیست. گفت پروردگار بخشش کو برام ولی اخی برای برادرم و ادخلنا فی رحمتک، ما را در رحمت خود داخل کو و انت ارحم الراحمین، تو یقینا رحم کننده هستی. موسی علیه السلام باز میگرده قوم شرک کرده. شرک قابل تحمل نیست، قابل برداشت نیست. از او خاطر موسی علیه السلام یک دم از غصه پر شده و مردم ملامت میکنه. از دست زیاد که غصه است امی تختای تورات همی زود کده میمانه. این زود ماندن مثلی است مثل که انداخته باشه. اگر انداخته باشه هم این عیب بالای پیغمبر نیست. چرا؟ این گپ خیلی خطرناک بود. مسئله شرک خیلی خطرناک بود. از او خاطر شده میتونه در حالت غضب است، پر از غصه شده. بعد از او برش میگه که شما تعجیل کرده از امر پروردگارتان. عبادات الله توسط راهنمایی پیغمبران علیهم السلام میشه. عبادات الله توسط رأی مردم نمیشه. از امو خاطر سامری که کدام گوساله را جور کرد مردم برای عبادت دعوت داد، این شرک و کفر شد و شرک و کفر شد. سامری عالم بود، شاگرد موسی علیه السلام است، اما کدام عمل کرده که برای مردم بنا کرده این قابل قبول نیست، رد است. بندگی امیر میگه که ما تابعداری رسول الله صلی الله علیه وسلم باشیم که نقشه پیغمبر چی رقم است، چی رقم نماز خوانده، چی رقم روزه گرفته، از خود نمیکشیم. حالی بسیار مردم پیش از پیش کشیده. یک ماه پیش برای میلاد پیسه جمع میشه. میلاد است، موجب ثواب میدانه. اینا کی کرده؟ پیغمبر، صحابه، کی؟ کدام کرده؟ معلوم شد که غیر از راه پیغمبر هر عبادتی که کسی ایجاد میکنه او عبادت نیست و شرک است. و در قانون الله متعال تو خود شریک میسازی. از او خاطر موسی علیه السلام قوم خدا میگه بعد از او از سر برادر و ریشش کش کرده رایسته، سخت غصه شده که چرا ماندی مردمه. مولای صاحبای ما در تلویزیون هم گپ میزنه، کلان کلان خدا کلان معرفی هم میکنن. میگه ای مردمه، از پیشتان سوال میشه که رفع الیدین چی رقم است؟ بله در حدیث پیغمبر آمده خو ایجاد تفرقه را میکنه. او تفرقه آن قدر بد است، آن قدر بد است که موسی علیه السلام انتقاد بالای کی کرد؟ برادرش هارون علیه السلام. هارون علیه السلام از را پیش کرد که به خاطر پشتی سری تو نامدم که در قوم چی نبیه؟ تفرقه. خب گپا را گوش بگیری. معنای از این مفهوم از این چیست؟ یعنی قوم مشترک باشه، خود تفرقه نکنه. قوم مشترک باشه. آیا اگر پیغمبر مردم در شرک بگذاره، گپ برش نزنه، این پیغمبر است؟ قطعا پیغمبر نیسته. سری شرک گذاشتن. باز جناب مولی صاحب که تو که در تلویزیونی گپا را میزنی، قرآن کلش تلاوت کرده یا یک جایشه؟ این جرم بخون که و کادو یقتلوننی. موسی علیه السلام میگه مرا ضعیف شمردن، ما وقتی که یارم من نکردم که این کار غلط است، نادرست است، مردم سر موجوم آورد یلا وابیست بزنشه، نمانشه که گپای وابیا را میزن. تو بر یک زیارت در پلیش یک زیارت امی فعلا امی 100 نفر بره ولی تیت پراگنده بره، یکی تا نمونجا بگه مردم اینی کار غلط است، نادرست است، باز میبینی که همونجا یک آواز میشه و نمیشه که وابی آمده، نمانشه تو لط بخوری که پرسان نکن. هارون علیه السلام دعوت کرده، قریب بوده که ایره و کادو یقتلوننی، قریب بودن که مرا بکشه. وابی گفته نه مرا چی نکو، ما مطابق وسع توان خود جلوگیری از این کار کردم، لیکن مردم چون که چی بودن؟ گرویده به اینمی نظام بودن از سابق، دیگه خیلی خوش بودن. حالی مردم گرویده چیست؟ قبر پرستی هست یا نه؟ که هر قدر بگو یا نمیپذیره. خلاص از او خاطر میگه که بیادرم دشمنا را سرم خوش نکو که باز یا دیگه هم خوشی میکنه. میگه سعی کو اما را من نمیکردم لط خورد. صحیح است؟ مردم هم همونطور است نه؟ میگه سعی کو خوب شد لط خورد. میگه اینا دیدی باز چی میگه؟ اینطور نمیگه که تو را لط کنه که ما لط کردیم، میگه ایره شاید شمشیر علیه رحمه زد. دیگه هم میگه هر کس که سبوکی از یارا بکنه اینی طور لط میخوره. این گپیش است. خیر. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مرا شمار نکو در جمله قوم مشرک، نعوذ بالله، که قرار آرام گرفتیم دعوت ندادیم او قوم مشرک شده.
قال رب اغفر لی. بله، انسان حالت غضب است. چی درس عظیم است. برادری چقدر غصه سرش بود، اما وقتی حقیقت واضح شد دستی به الله رجوع میکنه، خطای خود در پیش الله پیش میکنه. موسی علیه السلام کدام خطای اجتهادی که داره ایره به الله پیش میکنه. ما و شما اگر خطای ما باشه ما یکی خو اقرار سرش نمیکنیم. اگر اولادی ما باشه که یک دفعه گفتیم برو بس برو دیگه، که اگر کلگی عذر میکنه بیگناه ثابت بشه هیچ نمیپذیریم. نه، میپذیریم. حقیقت پس واضح شد، بس خلاص تسلیم شد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا